عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همراهان همیشگی کانال یک تریده و همچنین دوستانی که تازه در این ویدیو با من همراه شدند. من رضا فلک مقدم هستم و داریم دوره اسمارت مانی و امواج الیوت رو در کانال آموزش میدیم. چند تا آموزش رو قبلا داشتیم و در این ویدیوی امشب هم میخوایم با مفهوم نواحی پوینت آف اینترست یا اوردر بلاک آشنا بشیم که در اسمارت مانی کاربرد داره، ببینیم چیه، چرا ایجاد میشه و چه کاربردی میتونه برای ما داشته باشه. بریم که آموزشش رو با هم داشته باشیم. در اولین ویدیویی که من در این سبک آموزشی شروع کردم و آموزشش دادم در مورد اسمارت مانی مقدار صحبت کردیم. گفتیم که اسمارت مانی ما دو مدل نقدینگی در بازار داریم: اسمارت مانی یا پول هوشمند و دامب مانی یا پول احمق یا پول بی هدف. اسمارت مانی که پول هوشمند میشه پولی است که بازارساز در اختیار داره، مؤسسات مالی و جهت دهنده های اصلی بازار در اختیار دارن. پول احمق و پول بی هدف پولی است که من و شما در اختیار داریم، یعنی تریدرهای ریتیل یا تریدرهای خرد در اختیار دارن و اینها همیشه عکس هم عمل میکنن. حالا من در ویدیوهای جلوتر توضیح دادم، تو همون ویدیوها رو میتونید برید ببینید. توی کانالمو برید تو بخش پلیلیست ها این پلیلیست دوره اسمارت مانی و امواج الیوت رو از اول ببینید. اولین ویدیوش من اومدم مفصل این قضیه رو توضیح دادم و حالا ویدیوهای بعدیش هم حتما اگر میخواید این سبک رو آشنا بشید باید ببینید که الان متوجه بشید من چی دارم میگم. یادتونم نره اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید، زنگوله رو هم فعال کنید. سه‌شنبه هر هفته رأس ساعت 9 شب از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. در تلگرام هم ما رو با آدرس @یک تریدر دنبال بکنید. حواستونم باشه ما هیچ برنامه سوددهی و پول گرفتن از کسی و معرفی کردن ارز خاصی و اینا رو نداریم. اگر یه همچین کانال هایی به اسم ما دارن فعالیت میکنند کانال های کلاهبردار هستند و حواستون باشه گرفتار اینها نشید. توضیح دادم که وقتی ما داریم میخریم اسمارت مانی داریم میفروشه، وقتی ما داریم میفروشیم اسمارت مانی داره میخره. چون اسمارت مانی پول هوشمند برای اینکه بخواد بازار رو در جهتی که خودش میخواد حرکت بده نیاز به نقدینگی داره و اون نقدینگیش یه بخشش از سرمایه‌ای که دست خودش هسته، یه بخش زیادیش از پولی است که از من و شما بهش میرسه. یعنی جریان نقدینگی در بازار از سمت پول احمق به سمت پول هوشمند همیشه میره. یعنی ماهایی که اینجا میفروشیم این داره از ما ارزونتر و ارزونتر و ارزونتر میخره، دوباره قیمت رو میبره بالا بالا بالا، اینجا ما داریم میخریم، اون همین چیزی که اینجا ارزون خریده داره گرونتر به ما میفروشه، دوباره اینجا از ما ارزون میخره، دوباره اینجا به ما گرونتر میفروشه. که اینا رو ما بر اساس ساختار بازار و امواج الیوت توضیح دادیم و گفتیم چرا اینجوریه. این رفتار پول هوشمند هست، همیشه عکس ماست و هر جایی که ما داریم میفروشیم اونا دارن میخرن و برعکسش. در ویدیوهای قبلیمون هم توضیح دادیم که بازار زمانی که ساختار داره و ساختارش ساختار سعودی هست و بعد به روند نزولی برمیگرده، ما این ناحیه آخر رو، اینم من برای شما رسم بکنم، این ناحیه رو یعنی آخرین لگی که بعدش بازار برگشته و تغییر روند داده به اسم ناحیه Point of Interest میشناسیم. POE یا Point of Interest، این ناحیه علاقه، ناحیه عرضه و تقاضا هم بهش میگن، اوردر بلاک هم بهش میگن، هر کی واسه خودش یه اسمی گذاشته. ناحیه‌ای که بازارساز اونجا تصمیم داره جهت بازار رو عوض بکنه و نقدینگی خیلی زیادی اونجا نهفته است.
منتها ما برای ترید کردن دیگه کل این ناحیه رو حساب نمی کنیم. ما در ترید کردن میایم با استفاده از مفاهیمی که تو ویدیوهای هفته گذشته گفتم، تحلیل بالا به پایین، میایم میریم تو تایم فریم کوچیک‌تر، یه ناحیه کوچیک از این رو انتخاب میکنیم برای ترید کردنمون. و اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته معمولا به این صورت که قیمت دوباره بعدش میاد به همون ناحیه، عکس العمل نشون میده، نقدینگی که اینجا هست، سفارش هایی که اینجا هست رو جمع میکنه، دوباره به سمت پایین حرکت میکنه. این اتفاقی است که بعد از رسیدن قیمت به ناحیه پوینت آف اینترست اتفاق میفته. حالا به ناحیه اوردر بلاک هم بهش گفته میشه. این رو ما اگر بخوایم برعکسش هم نصب بکنیم، من عادت دارم تو روند صعودی همش الیوت رو هم تو روند صعودی توضیح میدم. برعکسش هم اگر باشه، این حرکت ما هست، بازار از اینجا میاد، یعنی چنج آف کاراکتر رو ما اینجا داریم. از اینجا به بعد دیگه چنج آف کاراکتر رو داریم. بازار میاد یه مقدار بالا، پس این ناحیه برای ما میشه ناحیه، گفتم آخرین لگی که بازار بعدش تغییر جهت داده به عنوان ناحیه پوینت آف اینترست شناسایی میشه، که ما بعدن میایم رو تایم فریم کوچیک‌تر و این رو دقیق میکنیم، که حالا دقیق کردنش هم بهتون میگم چجوریه. بعد بازار میاد بالا، اینم من بیارم تا آخر. ما منتظر میمونیم که قیمت دوباره برگرده. چرا؟ چون اینجا کلی سفارش و نقدینگی وجود داره، میخوره به اینجا و دوباره بازار به سمت بالا حرکت میکنه. یعنی ما از اینجا اوردرمون رو کاشتیم، حد ضررمون رو میذاریم زیر این ناحیه و حد سود کجا؟ از اینجا، آخرین جایی که قیمت برگشته اومده پایین، اینجا رو به عنوان حد سود در نظر میگیریم. با ریسک ریوارد الان اینجا 1 به 10 برای من افتاده. با ریسک ریوارد خیلی خوبی ما میتونیم وارد معامله بشیم. حالا اینا رو ما جلوتر که رفتیم بهتون میگم چجوری اینا رو قشنگ ریز و دقیقش کنید. پس ما در تایم فریم هایی که تو ویدیوی هفته پیش بهتون گفتم، اگر برای مثلا اسکالپی هستید، 1 ساعته تحلیل، 5 دقیقه‌ای برای ورود برای اسکالپ. ما تو 1 ساعته این رو روند بازار رو میبینیم، پوینت آف اینترستمون رو مشخص میکنیم، بعد میریم توی 5 دقیقه نقطه دقیق رو مشخص میکنیم، یعنی این کوچیک‌ترش میکنیم، به جای اینکه این همش باشه نوعی پوینت آف اینترست، میریم رو 5 دقیقه میکنیمش اینقدر کوچولو مثلا، بعد میایم اوردرمون رو توش میکاریم با یه ریسک ریوارد مناسب. حالا اینا رو من پاک بکنم، اینم دستش خلاص بشیم. برای مثال اینجا قیمت ما اومده این بالا، اینجا اومده یه ناحیه پوینت آف اینترستی رو تشکیل داده. حالا چه جوری میشه ناحیه پوینت آف اینترست رو مشخص کرد؟ معمولا آخرین کندلی که بعد از اون ریزش اتفاق افتاده، یعنی کندل اومده این بالا، بعد از این دیگه قرمز شده، ما اون کندل رو به صورت کامل از شادو تا شادو به عنوان ناحیه پوینت آف اینترست در نظر میگیریم. حالا یه ذره پایین‌تر، از سایه تا سایه، شادو تا شادو. بعضی از دوستان هم گفتن که این رو از بدنه پایین تا شادو بالا در نظر بگیریم، یعنی از کف بدنه تا سایه بالا. هر دوی این روش ها درسته. من دیدم تو بعضی از سبک های تدریس یکی گفته از شادو تا شادو، یکی گفته از بدنه تا شادو. هر دو اینها درسته، من نمیگم هیچ کدومش درسته، هیچ کدومش اشتباهه، هیچ کدوم نسبت به اون یکی ضعفی نداره. هر دو رو میتونید استفاده بکنید خودتون. اگر در سعودی باشه اینجوری، اگرم در نزول باشه، یعنی تو حالت نزولیش اینجا رو میخواید در نظر بگیرید، دوباره از کف شادو تا شروع بدنه، از اینجا تا اینجا.
از پایین شادو تا بدنه بالایی. اینجاشون برعکسش شده، از پایین بدنه تا شادوی بالایی. یه حالتش اینه، یه حالت اینه که شادو تا شادو باشه، اینه از سایه پایین تا سایه بالا. این ناحیه رو ببینید. یکی هم همونطور از سایه پایین تا سایه بالا. خب این رو الان من روی همین 1 ساعته که هستم اومدم رسم کردم. اتفاقی میفته چیه؟ اگر من قیمت رو، رفتار قیمت رو بعدش ببینم، دارم میبینم که اومده به اینجا، یعنی قیمت ریزش کرده اومده بالا، دوباره از اینجا به بعد ریزشش شروع شده، یا اومده اینجا پایین، از اینجا رفته دوباره صعودش شروع شده و الان دوباره ممکنه از همینجا ما یک صعودی رو داشته باشیم. خب من الان چون روی ارز XRP هستم، چون همین اینها یک تابعیتی از بیت کوین دارن، الان بیت کوین زیاد حالش خوب نیست، برای همین اینها هم بلا تکلیف دارن رفتار میکنن تا اون یه حرکتی بزنه که اینا هم پشت بیان حرکت خودشون رو بزنن. این از رفتار و عکس العمل قیمت به نواحی پوینت آف اینترست یا نواحی اوردر بلاک هم بهش گفته میشه، نواحی عرضه و تقاضا هم بهش گفته میشه که این بالا میشه ناحیه سپلای یا عرضه، پایین میشه نواحی دمند یا تقاضا. سپلای دمند، عرضه و تقاضا هم به همون معنی هست، میره تو عرضه، عرضه میشه میاد پایین، میاد تو تقاضا، تقاضا میشه میاد بالا. ولی حواستون باشه ما نمیتونیم به تنهایی روی چیزهایی که تا حالا گفتیم، مثلا گفتیم break of structure، change of character یا نواحی point of interest، ما روی هیچ کدوم از اینا به تنهایی نمیتونیم ترید کنیم. ترید کردن در ویدیوهایی که جلوتر بریم از ترکیب همه اینها با هم به وجود میاد که فرصت‌های ورود رو ما تشخیص میدیم. هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونه معیار ورود ما به پوزیشن باشه. حالا تا اینجا گفتیم که میشه با استفاده از این حالت ما نواحی پوینت آف اینترست رو مشخص کنیم، اما برای اسکالپ مال 1 ساعته هستیم، میریم رو تایم 5 دقیقه. همونطوری که توضیح دادم ما میایم در تایم فریم بلند مدت یک ناحیه رو به عنوان ناحیه پوینت آف اینترست بر اساس حالا الگویی که گفتم مشخص میکنیم. بعد میایم تو تایم فریم کوتاه مدتی تر که من الان قشنگ اینو ریزش کنم، آخرین کندلایی که بعدش دیگه ریزش اتفاق افتاده رو میایم دیگه. الان ببینید این ناحیه پهن زیاد رو ما میایم تقلیلش میدیم به این کندل قویه، این که بعدش دیگه یعنی آخرین بلندترین سقفه رو دیگه این داشته. ببینید اینجا دیگه سقف بوده دیگه بالای بالا بوده. این رو دیگه ما میایم به اندازه به عنوان اوردر بلاک رو مشخص میکنیم، ناحیه پوینت آف اینترست رو مشخص میکنیم. پس چقدر کوچیکش کردیم، اومدیم از این بزرگی یه کوچولو دیگه، یعنی کاملا دیگه یه حجم زیادی ازش رو گرفتیم. این باعث میشه که ما حد ضررهای کوچکتری داشته باشیم، نسبت ریسک به ریوارد بالاتری در مقابلش به دست بیاریم. حالا ما اون ناحیه پوینت آف اینترستمون رو ادامه میدیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا خب تایم فریم 5 دقیقه است دیگه، یعنی 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز بعد قیمت میاد پایین، دوباره میاد تو همون ناحیه پوینت آف اینترست ما. قیمت 5 روز میریزه، ساختارهای دیگه رو شاید تشکیل میده، نزولی میشه، دوباره چنج آف کاراکتر داره، دوباره صعودی شده، اومده بالا. چه اتفاقی افتاده؟ ما وقتی که در تایم فریم بلند مدت ناحیه پوینت آف اینترستمون رو مشخص کردیم، میایم تو تایم فریم کوتاه مدتی تر دقیق ترش میکنیم، اوردرمون رو اینجا میکاریم، حد ضررمون رو میذاریم پشتش و برای نسبت به سود به ضرر گفتم دیگه از جایی که قیمت شروع کرده رو ما میتونیم در نظر بگیریم به عنوان حد، از اینجایی که قیمت شروع کرده به ریزش به عنوان حد سود میتونیم در نظر بگیریم. دیگه سلیقه‌ایه. یک میتونه بگه آقا من مثلا اینقدر بیشتر نمیگیرم، من یک به مثلا 5 میذارم، یک به 8 میذارم، به 7 میذارم، یک به 12 میذارم، یا نه دقیقاً از همون جایی که قیمت شروع کرده به ریزش من در نظر میگیرم. این سلیقه‌ایه که میبینیم
قیمت برمیگرده میاد داخل همون ناحیه پوینت آف اینترست ما و در 3 مرحله میاد و اینجا نقدینگی که اینجا هست برای ادامه ریزش رو از اینجا جمع میکنه. اینجا یه سری اوردر ریزش وجود داشته ناتمام مونده بوده، باز مونده بوده، میاد اینجا اینا رو میگیره دوباره به سمت پایین میاد. بعد میبینه نه پول کم بوده همه رو نتونسته بگیره، دوباره میاد بالا اینا اینجا رو میگیره. این دفعه دیگه خوب پول گرفته، قشنگ با کندلای قوی میزنه و به سمت پایین میره. این کلیات مفهوم نواحی پوینت آف اینترست یا همون اوردر بلاک ما هست که حالا جلوتر که بریم بیشتر واردش میشیم و این رو بیشتر با هم باز میکنیم. تا اینجای کار فقط بدونید که اصلا چیه، چجوری رسم میشه و چجوری میشه دقیق ترش کرد و باهاش ترید کرد. اما گفتم هیچ وقت ما فقط با رسم یک ناحیه باهاش وارد ترید نمیشیم. مجموعی از عوامل در نهایت با هم ترکیب میشن یک ترید رو شکل بدن، هم باز کردن ترید رو و هم زمان خارج شدن از ترید رو. امیدوارم که الان متوجه شده باشید، بتونید این رو استفاده بکنید و تمرین بکنید تا ویدیوی هفته بعد. حتما تمرین بکنید. کشیدن اینا روی نمودار خیلی مهمتر از دیدنش به صورت ویدیو هست. با دیدن شاید آدم زیاد متوجه نشه، ولی وقتی خودتون اینو میکشید واقعا دستتون میاد که چی به چیه. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. سوالی اگر هست طبق معمول کامنت بکنید جواب میدم. حتما ویدیو رو لایک بکنید که آموزش‌های ما به دست افراد بیشتری برسه و از ما حمایت کرده باشید و یادتون نره ما رو حتما در تلگرام و در یوتیوب دنبال بفرمایید.